السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان در نزد مقبره اسماعیلی سامانی بخارای شریف قرار داریم. خواستیم در دوام برنامه امروزه آیت زندگی نامی دیروز و امروز مردم بخارای شریف به شما حکایه نماییم. دوستی را من مظفر می کنم، همدل و همسری کشور می کنم. تا در عالم حق نوبت از من است، دوستان من با دوستی سر می کنم. السلام علیکم. سلام علیکم. که جان نظم شما اول درست میسی سلامت. شما بخارایی؟ من بخارایی میشه هستم. تشناس شویم. من رحمت جان غنیوف، اصلی معلم تاریخ بودگی. دما بخارا به قدیمی یک نقل است. میگویند که کی در خانه بشیند و دیوارها میخورد. هر روز اینجا میبیام، بیکار در خانه نشیدن از برایش. انا یک اسماعیل سامانی زیارت میکنم. در اینجا جوان کتابام هست، نشان میدم. معلم جان، ما آدمی که کافتیم جستجو داشتیم پیدا کردیم. تشکر. خوب میشد با بیننده های برنامه رنگین کمان درباره همین تاریخ اسماعیلی سامانی و مقبره او اساسگذاری که تخت سامانیان است و در دنیا میشناسد معلومات میدادید. حق اسماعیل سامانی به اگر گپ زنیم، اگر این انقلاب شوروی زمین های امیرات بخارا و اگر 20 سال شده باشد، این آثار انتقه یافتن 22 سال اخیرش بود. بعد از 2-3 سال سببش این بنا اسکنجه قبرها به مانده رفتگی بود. این اصل ساختن این کس بالا قبر پدرشون بود، احمد ابن اسد بود. احمد ابن اسد کی بودن میدان تاریخ بود؟ این کس یگانه شخص آسیای مابین بود که دستشون بود از خلیفت حجت داشتن این زمین ها و رهبری کردن بود. از برمان این کس رزیدنسیشون بود در شهر فرغانه. از برمان این کس 849 سال تولد شدن، خانه پدرشون بود فرغانه بود. 907 سال از دنیا گذشتن بخارا بود. این کس ساختن بالا قبر پدرشون. وقتی که نبیرشون از دنیا گذشت نبیرشون گوراندن، وقتی که خودشون از دنیا گذشتن خودشون گوراندن. این کس خودشون اعلان نکرده بودن که حال این کس خودشون در همینجا میگورانند. در اینجا این پیرانسالا وصیت کردن سر کردن که ای فرزند تو یگانه من التماسم که من بندگی بجا بیارم، من اسماعیل به نزدیکتر برده سپر. بعد از این کس گوراندن اینجا به همین وصیت پدر مادر از برای بجا آوردن. همین جا به گیردش به این کس به نزدیک آورده پدر مادرشون گوراندن و هر کس حرکت کرد از دویون کس گرزاندن بود. به طفیل این کار همزرین این قبرستان بزرگ شد که این اخیرش به اسکنجه قبرها بمانده رفت. وقت است که اینجا رو همچون عزیز و زیارت میکنند، تاریخ اینجا رو می آموزند مردم. این 22 سال اخیرش به رفتن بعد سال 1922 بله. اینجا بعد این یافتن، بعد این اکسپرتیز کردن، بعد این با کم خالی کردن. این حالی که شما میبینید چارباغا، تراتوارا، چیزا، این 1 سال 2 سال کارش نه، بسیار چندین سال ها بازه. خصوصا بعد از ما مستقل شدن بعد اینجا بسیار آبادی کارهای آبادانی مول شد. انا گلزارها چیزا تراتوارا یله کردن، اینجا حوضای یله کردن، حوضا گور شده رفته بود اون وقتا. انا این بعد این قبر بالا قبر بالا قبر شد.
سبب است من که پدرم مدرسه های قدیم به که خواندگی اون کس دایم من اینجا می آوردن حال بچگیم به دایم می گفتن که این کس بسیار هم عالمان سردار است. انا بدفعل این کس صفدارشان عالمان مشهور دنیا روی برانده آمدگی این اساس کننده طبابت ابن سینا، رودکی، ابو نصر فارابی، موسی الخوارزمی، این البیرونی و هاکذا و این کس یک شعار حوادگی که هر کسی اگر نوشتن خواندن یاد گیرد دیگر وای من کتی برابر شاه حساب بیابد گفته. این حق این کس به عالمان ازبکستان، عالمان تاجیکستان، عالمان ایران، عالمان افغانستان بسیار کتاب ها نوشتگی. سببش این سرزمین ها در این کس زبانش به ذهن می‌آمد. لیکن گفتار بخارا هست. گفتار بخارا از کجا آمده است؟ از اولاد اسماعیل سمانی آمده است. از دهن با دهن، از دهن با دهن. این عالمان نوشتگی کتاب های مانع نمی کند. اونها مغزش اله کرده می‌دهد. و خوشبختانه امروز هزارها سیاحان وقتی که به بخارای شریف تشریف می آورند زیارت را عیناً از همین جا آغاز می کنند. البته اگر هر پگاهی اینجا بیدگر اینجا به سوزن هوا دادن به جای نیست. سببش بتون اکسکورسیاها بخارا به سر می شد اسماعیل سمانی. سببش بعد از اینجا اینا میرن ایوب پیغمبر به بعد از میرن امام البخاری اونجا قدم جایشان هست بعد میرن ارک عالی به مسجد بالا حوض به تک مینار به همین که این زنجیل برین میرد بخارا به همه آثار انتقاب به مثال زنجیل برین رفته تمام میشد لب حوض گفتگی جای مجبور اونجا مدرسه کوکلداش هست دیگه مدرسه ها هستن. بخارا طول عصرها مرکزی پر اقتدار علم، هنر و فرهنگ بود. امروز نیز این شهر کهن اعتبار تمام جهانیان را به خود جلب می نماید. من بخارا فرزندش من. حاضر ما همینجا بشتیم. اینجا یک علوغ جای بخارا این قدیمی جایش. این پادشاه اسماعیل سمانی مقبرشون. این مقبره نهم دهم عصر به ساخته شدگی. همون وقت به بخارا به قلعه بودگی نه. 12 تا دروازه بودگی نه. اسماعیل سمانی گفته ای که بخارا من خودم قلعه میشم. همین خیل صاحب قرآن امیر تیمور برین پادشاه بودگی. همسرم وقتی هر شنبه چهارشنبه روزاش با اومده که همچین کسی قبرشون زیارت کرده بعد گذشته میریم. وقتی که زیارت کرده میرید خودتون چه احساس میکنید؟ انسان خودش سبک حساب میکند بعد از همین کس. اینکه اگر درون بدران یک تلاوت کرده از قرآن تلاوت کرده و یک دیگر بتون سبک میشید انسان. این همچون یک بخارای قرض خودت فرزندی خودتون میدونید. همین این کسی که کوچه‌شون است بسیار یک کوچه سختشون اسماعیل سمانی. بسیار زیباست است. بعد از پرزیدنت نموشتن اعتبار این پرزیدنت ما بتون آبادانچالیک به دادگی زیارتگاه خوب مسجد مدرسه به دادگی جدا هم آباد شدگی شهرامو هم تو خودی خشروی گل کت پر شده است کبوتی کت پر شده است آبو کتی انا جب شهر رودش از جدا هم آبش سیراب انا ما همجا میبیم زیارت میکنیم انچه خودم سبوک ناس انا شده خاندانم با میریم. فرزندان و نبیره هایم گاه البته فرزندان و نبیره هایم گاه میبریم همینجا میبیم. ها درباره تاریخ همین دولتداری بخارا حکایه میکنید؟ حکایه میکنیم. باباش همیشه گفته میتیم نبیره و اینا همشون میدونن. بچگاه ما همینجا میبیم. وقتی که ولی باغچه میرفتیم همینجا میومدیم. همینجا به یک درخت کوین هست همینجا رواز به خوششدگی همینجا اومده بازی کرده زیارت کرده خسته میرفتیم. و امروز هم همینجا میبیاید دوره بچگیتون یادتون میبیاد یک تاریخی بخارا پیش نظر جلوگر میشود. بخارای شریف که شهر قدیمی و شهر عارفان و اهل علم و هنرمندان است قدوم سیاحان روز از روز می افزاید. از این سبب بخاراییان از آوان کودکی زبان خارجی را می آموزند. تقریباً اکثر زباندانند.
Professor historic diplomatie. Alla in boeken surpras. Alla historie samanidov. Alla no lexicon. Alla Uzbekin, Tajikin, Russian, Turkin, Iran, Afghan, Kazakh, Kyrgyz. Turkmen, okay, Tajikin, da. To study. Historia, good historia. Yeah. Ismail Samani. Good. Okay. Thank you. Thank you. اگه شما همچون معلم که تاریخ نگار هستید زبان خارجی را هم یاد گرفتید با خارجان دیدم که با زبان فرانسوزی و انگلیسی گپ میزدید طوله اکن و البته هر زبان به گپ زدن بسیار آدم خودش به باغلده. انا من 15 سال بوده همینجا میبیام. انا زبان هم روسی به هم زبان ترکی به زبان ایران به انگلیسی به نیمیسی به فرانسوزی به این زبان ها همیشه همدیگرش بسیار نزدیک است. خارجی ها که می آیند درباره تاریخ اسماعیل سامانی با خبرند آیا؟ عمده‌شون پیش همین کتاب های اینو میخوانند. خبرشون هست و همینجا به نیت کرده میبیان. ده مولاشون همین دلیلشون میبندن که من اسماعیل سامانی به کمش به 1 ساعت 2 ساعت میشم گفته. از برامون مهمانان مولاشون تاریخ میدانن بحثا میکنن یا گفت سوال ها میتن. این بسیار خوب هست. من چند سال پیش آمده بودم به اینجا لیکن این باغ اینگونه نمود آبادی و اینقدر زیبایی را نداشت و امروز از این گل‌های تر و تازه این نهال‌هایی که نگاهی بین کردش است بابانش پرورش میکند و این زیارتگاه اطراف زیارتگاه آباد است. خوشحال شدم که امروز در چنین زمانه ما زندگی داریم. درست است معلم جان؟ فقط شکرانه کردن ما در کار تینجی آرامی دوستی این بخارای یک قدیم یک نقلاش است. شکر کنی نعمتت افزون شود، اگر ناشکری کنی نقدش هم از کفت بیرون شود. پس از زیارت مقبره شاه اسماعیل سامانی ما به میدان ارک عالی رفتیم. برابر سیاحان خارجی هموطنانمان هم در این مسکن خیلی زیاد بودند. سمرقند صیقل روی زمین است، بخارا قبة الاسلام دین است. البته امروز ما در یکی از آبیده‌های قدیمی به نام ارک بخارا قرار داریم. ارک بخارا معماری تاریخی است که امروزها به این آبیده مهمانان زیاد از تمام منطقه‌های دنیا می آیند و این را زیارت می کنند، چون این رونق و رواج مملکت ما را نشان می دهد. البته ارک بخارا ارک تاریخی است که در آن شاهان امیران می نشستند و حکمرانی می کردند. ارک بخارا از قدیم الایام تا این زمان تا زمان ما آمده رسیده است که تاریخ کهنسالی بخارا را نشان می دهد. ارک بخارا تاریخ 2500 ساله دارد. یعنی سال 1997 به مناسبت 2500 سالگی بخارای شریف ارک بخارا تمام معماری های آبیده های تاریخی بخارا از نو آباد کرده شد. ارک بخارا در دوره عبیدالله خان یعنی عبدالله خان دو از نو بنیاد گردید، با غشت پخته گرد آن احاطه گردید. ارک بخارا امروزها از در طرف چپ آن 12 تاخانه یعنی تاق‌ها موجود است. در طرف راستش باشد 13 تاخانه موجود است. در طرف چپی که 12 تاق یعنی خانه‌ها موجود است. یعنی وقتی که ارک بخارا می‌درآید یک عالم علم و معرفت می‌گیرید. آبیده‌های تاریخی آن را دیده تاریخ قدیم بخارا را گواه می‌شوید. اگر آثارخانه این ارک درآمدنی باشید در آنجا شما یکی از نمونه‌های بهترین زرگری، تاق‌دوزی، بافندگی، کلالگری، آهنگری شناس می‌شوید. این نمونه‌های قدیم‌ترین در ارک بخارا مجسم است و تاریخ کهن‌ترین بخارا را هنرمندی، زراعتکاری، دوزندگی،
و تمام هنرهای جالب دقت آن را نشان می‌دهد و گواه تاریخ کهنسال بخارا است. من شادم، خرسندم که فرزند ازبکستان هستم و به اینجا آمده تحصیل گرفتم، علم کرده استادم و از معنویت و علم بخارا همیشه بهره‌ور می‌گردم. شب آرام و سکوت انگیز دلی پرشور و شر دارم. به سوی خشکی این ناجا نگاهی چشم تر دارم. همه خوابند در عالم دلی آشفته ام بیدار. فروغ پر امید شام را سوی سحر دارم. نمیدانم چه میخواهم در این عمر سراسیمه. بپختم یا که خامم من خیالات سفر دارم. بود خورشید چشمم چار از محدودی قسمت. اگرچه سرد اطراف است قلبی پر شرر دارم. نامی شاعری معروف لطفیه بهرانوه به هواداران شعر و ادب کیهاست آشناست. موضوع اشعار او وصف وطن مادر، یاد دوست و عشق و محبت را در بر میگیرد. بیننده های نکته سنج، اینک مهمان برنامه نوبتی ما البته یکی از شاعره های معروف بخارا. لطفیه جان خوش آمدید به برنامه رنگین کمان. تشکر. شما به بخارای ما خوش آمدید. حالا کدام شعرتان برای ما قرائت میکنید؟ حالا یکمین شعری که من گفتنی هستم. در حیات میدونید پستی ها هست، بلندی ها هست، تاریکی روشنی هست. همین حالتم را من به یک شعر تمام درد من، تمام آرزوهای من در همین 4 مصرع مجسم یافته است که این رو کسی که از خود من، از حیات من، در اطراف من نزدیکم است این رو درک میکند. شب آرام و سکوت انگیز دلی پرشور و شر دارم. به سوی خشکی ناجا نگاهی چشم تر دارم. همه خوابند در عالم دلی آشفته ام بیدار. فروغ پر امید شام را سوی سحر دارم. نمیدانم چه میخواهم در این عمر سراسیمه. بپختم یا که خامم من خیالات سفر دارم. بود خورشید چشمم چار از محدودی قسمت. اگرچه سرد اطراف است قلبی پر شرر دارم. و البته ما خواهش آن را داریم که خداوند مهربان برای همه ما همیشه با مهر و محبت باشد و این دل پر از شور و شرر و بخت و سعادت و همیشه با شادمانی و فرحمندی سرشار باشد. در سکوت شب همدم یاد رویت میکنم. شام تاریکی شبیه تار مویت میکنم. چشمکی استاره ها افتاد چون بر چشم من. شعله‌اش مانند چشمان نکویت میکنم. با امید دیدن رویت در آغوش خیال. چشم بر سوی سما در آرزویت میکنم. چشم جان و دل خمار دیدن دیدار توست. در سما تصویر نقشی عکس رویت میکنم. می پرستم بهر تو رنگ سیاه شام را. یاد چشم و ابرو و مژگان و مویت می کنم. گه ستاره، گه مه و گه تیرگی شام را. در فضا کرده نظاره یاد کویت می کنم. تو بیا گاه به خوابم یار رویایی من. تا به کی از ماه و اختر جستجویت می کنم. عشق اگر باشد گناه پس من گناهکاری تویم. خویش را بر این گناه دایم به کویت می کنم. لطفیه بر لطف تو هر لحظه دارد احتیاج. تا به کی دل سوی رویای ز سویت می کنم. بخارای شریف شهری بزرگان، هنرمندان، مسکنی علم و معرفت است. در بخارا فستیوال های بین المللی،
انجمن‌های علمی و فرهنگی در عرصه جهانی برگزار می‌گردد که این آبروی وطن ما را بالا می‌بردارد. باعث خوشنودی است که سالهای آخر در نتیجه فراهم آوردن شرایط مساعد اقتدار قبول سیاحان در بخارای باستانی می‌افزاید.